مازندران خودت یه چیزی یه جمله بگم. آره. همشهری داینی زیادی ذکر بازی در یونی آقا ولکن برار حتی چایی بخیردمشون نخیرده بمردیم. خب اصفهانی اصفهانی گربتی با من بحث نکنم، وقت میسم میام کمربندم میکشم به راستا و پهنادا. یعنی چه حرفاتی چی اسم میزنی رامبو خودت ضعف کن میشی سجاد. یعنی چی میگه؟ من خب کلا میدونی عاشق لهجه ها و اقوام ایرانی هم، یعنی واقعا میمیرم براشون. کیش مثلا بوشهریه اینجا کجا نامو سیچه لیک میزنی نبوها نبچه ویسه کمش و رام بود توی خواهی کم چه نی بسار چه رسی با ساختی سیچه لیک میزنی نبوها لیک. گیلکی هم که توی سریال افرا بازی کردم کار بهرنگ توفیقی. من به تو چی گفتم رام بود؟ آقا وا بدیری دیگه. چی وسطی درست کردی؟ هرچی خندوانه است الان که شد گریوانه که آقا وا بده. من چیکار میکنم؟ شنیم هنیم. یعنی چی؟ یعنی میریم میایم. شنیم هنیم. خنی کو بشیرم بود. یزدی چی بلدی؟ مخه چه کو بکنی آورام بود که چطور مخه بشه؟ شیرازی بلدی؟ وای بابای جونی گم پی گلو. چطور؟ چرا اینقدر لحجه داری تو؟ چند جور لحجه داری تو جیبته نه؟ ولد دا حالاکتی سن رام بود باشفاد اولانم عزیز اولاسوز انشالله. آفرین باری کرده بازیگر چاوکم حیاتکم روحکم گیانکم چنی تاستم کردو. آقای رضوی با یه طبع بلندی گفتش راحت باش ادای منو در بیار ببینم. یعنی بلافاصله گفتم حرفهایی هست برای گفتن که اگر گوشی نبود نمیگوییم و حرفهایی هست برای نگفتن و سرمایه ماورایی هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد. حرفهای پاک زیبا و اهورایی همینهای. آقای رضوی فقط خیلی شبیه نه؟ خیلی شبیه. دمت گرم. ما مخلصیم واقعا دمت گرم. دم مردم گرم، دم تمام اقواممون گرم. واقعا سرزمین رنگارنگ درخشانی داریم. بله واقعا